ساده ترین نون ساندویچی که مناسب ذائقه ما ایرانی هاست همینقدر راحت با یه تابه نچسب روی گاز درست میشه. چرا مناسب ذائقه ماست؟ چون عموما اینطوریه که ما وقتی نون ساندویچی میخریم خمیر وسطش رو خالی میکنیم، تبدیلش میکنیم به تافتون، بعد باهاش ساندویچ درست میکنیم. این نون ساندویچی خودش تافتونه، خمیر وسط هم نداره، همینقدر راحت هم میشه باهاش یه ساندویچ خوشمزه درست کرد. بسیار هم خوش عطره چون تو ترکیب خمیرش از آرد کامل گندم استفاده کردیم. مواد خشکم که با هم مخلوط کردیم، آب و روغن زیتون برای لطافتش اضافه میشه. در حدی هم ورز میدیم که خمیر منسجم بشه، یک دست بشه و تست پنجره هم نمیخواد. خمیر رو بعد از ورزدهی چونه کنید، توی ظرف مناسب بهش استراحت بدید و اجازه بدید در دمای محیط 2 برابر بشه. وقتی خمیر 2 برابر شد، کمی آرد روش میزنیم، برش میگردونیم روی سطح کار و به تکه های دلخواه تقسیم میکنیم. من اینجا به تکه های 80 گرمی تقسیم کردم و بعد خمیر رو چونه میکنیم. دقت بکنید وقتی خمیر رو از ظرف خالی میکنید هوای خمیر رو نگیرید. اجازه بدید موقع چونه کردن خمیر هواگیری بشه. به خاطر اینکه وقتی دارید خمیر رو تا میزنید و گردش میکنید، فشاری که بهش میارید باعث پارگی خمیر نشه. خیلی هم ساده 2-3 مرتبه خمیر رو تا بزنید و بعد کف دست یا روی سطح کار خمیر رو گرد بکنید. میخوایم خمیر هواگیری بشه، منسجم بشه و گرد بشه. این گرد شدنش کمک میکنه که بعداً توی وردن کشی کار شما راحت تر انجام بشه. مجدد صبر کنید تا خمیر کمی حجم بگیره و نرم بشه که توی وردن کشی خیلی به خمیر فشار نیاد و با چند تا ضربه وردن خمیرتون باز بشه و فرم دلخواه رو بگیره. زیر و روی خمیر رو آرد بزنید که به سطح کار یا وردن نچسبه. قرار نیست یه قسمت‌هایی از خمیر نازک یا پاره بشه، چون اگر خمیر شما آسیب ببینه بعداً توی تابه دولایه نمیشه. بلافاصله بعد از ورزدهی هم میتونید خمیر رو روی تابه‌ای که از قبل روی گاز حسابی داغ شده بپزید. شعله زیر تابه هم متوسط باشه. خمیر رو که توی تابه انداختید قبل از اینکه حباب‌های بزرگ بزنه یه طرفش که یه ذره گرفت برش گردونید. این باعث میشه قطر نون شما هر دو طرف تقریباً یکسان بشه و صرفاً ظاهر بهتری داشته باشه. وقتی هم نون دولایه شد پخته و تمومه. این نون تایم پخت طولانی نداره. به همین راحتی این لقمه‌های خوشمزه آماده میشه که رو هوا هم میزننش. نوش جونتون.